غذاهایی که چندین سال بیشتر در کوهستان معمول بودند اکنون ساکنان دوشنبه هم می توانند طعم آن را بچشند. اینجا در طربخانه شامی بدخشان سه نوع از این غذاها پیشکش می شود که نوش خشپه یا اتاله زردآلویی یکی از آنهاست. طربخانه شامی بدخشان غذاهای اماچ، آش بریده، نوش خشپه یا اتاله زردآلویی و شیرچای را از محدوده خانه به معرض عموم گذاشته است. چون به همگان معلوم است که در زمان حاضر بسیار قهوه‌خانه‌ها فعالیت کرده استودند و اساساً و یا به مزاجان خوراک‌های اروپایی رو پیشنهاد میکنند و مقصد اساسی از گشودن قهوه‌خانه شامی بدخشان یعنی برای مزاجان پیشنهاد نمودن خوراک‌های ملی تاجیکی میباشد. اماچ و آش بریده از آرد لوبیای محلی که در روستاهای واقع در بلندی و نسبتاً سرد بدخشان میروید آماده میشوند. اتاله زردآلویی از آرد گندم معمولی آماده شده در بعضی موردها به خاطر شیرین شدن آن آب توت هم اضافه می شود. به قول عزیز این طعام‌های محلی خصوصیت طبابتی هم دارند. آردش برای کسل‌های قند، پس کردن قند خیلی خوب آوره. شدن ما 4 روز شدگی بسیار آدم‌ها میفهمیدگی بلنیسه هم برده ایستند، شون آمده خورده ایستند، بلنیسه هم برده ایستند. برای آدم‌های فشار بلندی چی بلنیسه هم برده ایستند. از پیشنهاد نامگوی نو 4 روز گذشته است. به نظر می رسد منعم مدیر طربخانه از تصمیم خود رضاست. خوراک‌های مثال وقتی برای تیار کردن خوراک‌های ملی تاجیکی اساساً محصولات محلی استفاده برده می شود و چون خوراک ملی تاجیکی از محصولات محلی تیار کرده شد و نسبت خوراک‌های اروپایی از جهت نرخ‌گذاری هم ارزان‌تر و دسترس‌تر برای مزاجان میباشد. بیشتر مشتریان غذاهای محلی طربخانه شامی بدخشان که سالهای دراز این خوراک‌ها را نخورده اند و حالا با نشستن سر طبق آش و اماچ به یاد روزهای کودکی خود رفتند. یاد داریم زمان کودکی رو وقتی که باباهای بیبی ما این طعام‌ها رو تیار می‌کردند و ما یعنی می‌چشیدیم و راحت بود و چنانی که اونها میگفتند این فایده‌آور است و عموماً به سلامتی آدم و بسیار با قوت است، بسیار ویتامین های زیاد دارد. این نوش خشپه یا اتاله زردآلویی 5 تومانی ارزش دارد و طعمش هم از اتاله هایی که مادر بزرگم میپخت هیچ فرقی ندارد. بفرمایید.